شبیخون گرگان به بعضی دهه‌های ناحیه اشت و کشتن بیش از 100 سر چارپا ساکنان را نگران کرده است. در دهه پونوک این محل ساکنان یکی از گرگان حمله‌ور را هدف تیر قرار دادند، ولی میگویند هنوز خاطر جمع نیستند. رحمان طاهیروف، یک ساکن دهه پونوک ناحیه اشت، یکی از آنهایی است که از حمله گرگان چند سر گوسفندش تلف یافته است. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نیمه شب از صدای گوسفندانش بیدار شد و دید که گرگ به حولیش در آمده آنها را دریده است. مصاحب ما افزود همین طور در دوام 2 هفته آخر گرگ ها به حولی و عاقل حدود 15 ساکن محل در آمده بیش از 100 سر گوسفند و بوزی آنها را نابود کرده است. دهه پونوک نزدیک به رود سیر جایگیر است و در توغه و قمیشزاران آن ساکنان گله گرگ ها را مشاهده کردند. به گفته ساکنان این دهه امسال بهار دیر فرا رسید و در شمال تاجیکستان هنوز سبزه برای غذای چارپا ندمیده است. ساکنان هنوز هم چارپای خود را در حولی نگاه می دارند و به چرا سر ندادند. گرگ های گرسنه در جستجوی خوراک مهمان ناخوانده حولی ها و عاقل های بازی ساکنان می شوند. سید غفورا و کاتب رئیسی شورای جماعت پونوک ناحیه اشت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در پی شکایت ساکنان از حمله گرگ ها و تلف چارپایشان به حکومت و پلیس ناحیه مراجعت کردند و با دستور مقامات یک گروه صیادان به دریافت و شکار گرگ ها سر کرده یک گرگ را پرانیدند. طی تقریباً 25 سال آخر شماره شکارچیان کاهش یافت و اسلحه شکاری هم در دست ساکنان خیلی کم مانده است.